1 2 3 امتحان میکنیم. 1 2 3 خوبه. Oh, I'm just a kid. I never use my brain. I only use my heart and my imagination. قضاوت، با جمع همراه شدن، انتظار. واژه‌هایی هستند که خیلی های ما وقتی میشنویمشون حس بدی پیدا میکنیم. با این حال شاید روزانه و بارها این کارها رو تکرار کنیم. هیچ وقت ندونیم چرا به همون حس بدی میدن و چرا ما اونا رو دوباره انجام میدیم و چرا راجبشون حرف نمیزنیم. سلام، من نیلوفرم و اینجا قسمت 4 آکواریومی هست. داستان این قسمت که بهار اونو نوشته راجع به همین رفتارها و حساس. بهار تجربه خودش رو راجع به این تجربیات مشترک برامون گفته و من و عضو جدیدمون محمد راجبش بحث و گفتگو کردیم. امیدوارم که دوستش داشته باشید و بعد از گوش دادن بهش کمی عمیق‌تر به درون خودتون نگاه کنید. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. اینم قسمت 4 آکواریومی ها. روزی از روزهای اوایل آبان است و به رسم هر سه‌شنبه امسال زنگ اول را فیزیک داریم. گفتند کلاس امروز استثناء در سالن اجتماع تشکیل می شود. همان موقع باید میفهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. حالا من اینجا ردیف جلو نشستم و با اینکه هوا دیگر گرم نیست عرق شرم میریزم و فقط به یک چیز فکر میکنم. نباید به اینجا کشیده میشد. داستان از این قرار است که سه‌شنبه اولین هفته مهر، زمانی که هنوز برنامه کلاسی را در اختیار نداشتیم و برای نخستین بار با معلمان جدید و دروس آشنا می شدیم، به من اطلاع دادن که زنگ اول را فیزیک داریم. با شروع شوقی که آرزو می کردم داشتیم تا حالا بتوانم درباره‌اش برایتان بنویسم، رفتیم و سر کلاس نشستیم. 5 دقیقه گذشته بود که خانمی وارد شد. از قدیم گفتن don't judge a book by its cover، که یعنی از روی ظاهر قضاوت نکنید. اما چه کنیم که حرف قدیمی ها به درد همان قدیم میخورد و من هم کتاب هایم را فقط وقتی جلد و عنوانشان قشنگ باشد میخرم. اینطور شد که همگی در همان لحظه ورود تصمیم گرفتیم که ایشان معلمی جدی و خشک و بیمزه و سختگیرند و ببخشید، اما قرار است پدرمان را در بیاورند. خود را خانم قاسمخانی معرفی کردند و هنوز هیچی نشده فرمودند کاغذ و خودکار در بیاوریم که قرار است آزمونی از فیزیک 9 از ما بگیرند. برای آنهایی که نمی‌دانند، در رشته گرافیک شاخه‌های علوم بین 3 سال پخش شدند. 10 شیمی و 11 فیزیک خواندیم. هنوز نمی‌دانم 12 چه در انتظارم است و علاقه‌ای هم به دانستنش ندارم. پس از لحظه سکوت ناگهان صدای اعتراض بچه‌ها بلند شد. خانم تو رو خدا نگیرین، ما هیچی یادمون نمیاد که. فایده ای نداشت. هاج و واج مانده بودیم. با امید ذره کمک به نازنین و زهرا و شقایق و مهرنوش و مانوش که نگاه کردم، دیدم آنها هم به امید همان ذره کمک به من نگاه میکنند. وضعیت خنده‌داری بود. در آخر خانم قاسمخانی با بی‌توجهی به تهدیدهای پس برگر و سفید میدیم آزمون را گرفت. از اونجایی که هرچه فکر کردم حتی واحدهای نیرو هم یادم نیامد، برگر و سفید تحویل دادم آن زنگ تمام شد. بهار گفت من همیشه کتابا رو از اسم و جلدش انتخاب میکنم. به ذهن من رسید که ما آدما ظاهر پوششمون مثل جلد کتاب نشون دهنده شخصیتمونه. به نظرم همونطوری که ما کتابامون رو بر اساس جلد انتخاب میکنیم، خیلی وقتا از ظاهر و استایل دیگران رو قضاوت میکنیم. شاید خوشمون نیاد، قطعا هیچکس دوست نداره قضاوت بشه، ولی به نظرم چه ذاتیه، آدما کلا از روی ظاهر قضاوت میکنن. من یه کلاسی میرفتم و یه تمرین داشتیم اونجا تحت عنوان اینکه کاری به ظاهر دیگران نداشته باشی. کاری به کار ظاهر دیگران کلا نداشته باشی.
یه تمرین خیلی عجیب برام بود دیگه، ولی خب من پیش خودم اینطوری بودم که من که خیلی کاری به کار بقیه ندارم، خیلی قضاوتی نمی‌کنم، اصلا برام مهم نیستش که کی چی پوشیده، لباسش سته نیست، تم لباسش چی و اینا. فقط یه نکته این تمرین برای من داشت، اونم این بود که من از آدمایی که کل بدنشون تتو بود میترسیدم و این به خاطر بازخورد اولیه بود که تو نگاه کردن بهشون میگرفتم، نگاه کردن به آدمایی که کل بدنشون تتوه و از اینا میترسیدم. مثلا میرفتم خرید، فروشنده کل بدنش تتو بود، میومدم از اون مغازه بیرون یا سوار تاکسی میخواستم بشم، اگه میدیدم اینطوریه اصلا سوار نمیشدم. بعد سر این تمرین من خیلی با خودم کلنجار میرفتم که بتونم با این آدما هم تعامل کنم و مثلا قضاوتشون نکنم و صرفا به این نگاه کنم که کاری که من میخوام و اینا میتونن انجام بدن. و یه ذره سخت ولی بالاخره شدنی بود و من تونستم که با این آدما تعامل کنم و باعث شد که حال خودم بهتر بشه، این آدما رو هم بپذیرم و بتونم راحت‌تر زندگی کنم. یه دیدی که جامعه ما داره نسبت به آدم‌هایی که تتو دارن اینه که تو جامعه ما کسی اگه تتو داشته باشه به عنوان یه بیمار روانی تلقی میشه و خب از خیلی از حقوق اجتماعی محروم میشه. مثلا اگه تتویی توی دید داشته باشه تا جایی که من میدونم شغل‌های دولتی رو نمیتونه بگیره. برای آقایون هم توی سربازی مشکل داره، اونها رو به دردسر حالا میندازه و اینو توی داستان بهار هم بود. دید جامعه به درس‌های محاسباتی مثل ریاضی یا فیزیک یه دید منفیه. حالا توی هر دو اینا یه پیش زمینه‌ای وجود داره که جامعه به ما میده. به نظرم پیش زمینه خیلی تأثیر داره توی قضاوت‌های ما. شاید قضاوتی که تو نسبت به آدم‌هایی که تتو دارن داشتی همین پیش زمینه از همین هنجارهای جامعه بوده که توی ذهنته. آره ببین واقعا همینطوره. یه جمله‌ایه میگه فکر خالقه و نگرش ما همون چیزیه که تو ذهن ما وجود داره و همینه که باعث میشه ما نسبت به یه سری از چیزا واکنش نشون بدیم. مثلا همیشه تو ذهن ما چی بوده؟ این بوده که ریاضی سخته یا آدمایی که تتو دارن اینا ترسناکن، آدم بدین. و خب وقتی که با اونا روبرو میشدیم، حالا با ریاضی یا با این آدما، اونا رو با همون مدلی که پیش فرض ذهنمون بوده قضاوت میکردیم و زندگی رو برای خودمون اتفاقا اینطوری سخت میکردیم. و جالبه که حافظ یه مصرعی داره میگه سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت کوش؟ آره سخت کوش، ولی اینجا معنی سخت کوش آدمای پرتلاش نیست، کساییه که سخت میگیرن، زندگی رو سخت میگیرن، دنیا رو سخت میگیرن، به خودشون سخت میگیرن. من خودم هم دفعه اول که این شعر رو خوندم معنی سخت کوش برام نامفهوم بود، بعد رفتم معنی و تفسیرش رو پیدا کردم و دیدم که آره مثلا تو بیت‌های قبلیش هم مثلا داره میگه که ذات جهان اینطوریه و سختی داره و اینا و اگه که آسون بگیری زندگیت آسونه، اگرم که سخت بگیری زندگیت سخته. جالبه. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. I'm just a kid. I always make mistakes. I never say I'm sorry, 'cause the mistakes that I made. Get ready. سه‌شنبه هفته بعد تعطیل بود و سه‌شنبه بعد از آن نیز معلم نتوانست بیاید. در این بین ما از کلاس‌های دیگر می‌شنیدیم که معلم فیزیکشان خیلی خانم گلی است. بعضی از بچه‌ها هوایی شده بودند و سعی می‌کردند دیگران را هم متقاعد کنند که بیایید برویم به مدیر بگوییم ما هم همان خانم گل را می‌خواهیم. آخرین سه‌شنبه مهر خانم قاسمخانی آمد و شروع به درس دادن کرد. این بار به نظرم خیلی آرام‌تر و مهربان آمد. خوب درس میداد و معلوم شد که آزمون رو هم فقط برای اینکه سطح کلاس را بفهمد و بداند که باید از چه حد پای درس بدهد گرفته. همون موقع تصمیم گرفتم که دیگر با او مشکلی ندارم و شاید حتی روزی دوستش داشته باشم. آخر کلاس اما نمیدانم چه شد، فکر کنم فهمیدیم که قاسمخانی تا حالا هنرستان درس نداده و نمیداند پودمان چیست. احتمالاً اکثر شما هم نمیدانید و میزان فاجعه بودن ندانستنش هم برایتان قابل درک نیست. دیگر کاری از دست من بر نمی آید. اشکال ندارد. و تصمیم داشته که مثل دبیرستانی ها در طول سال از ما کویز و امتحان بگیرد.
خلاصه که شعله خشم عده زیادی از همکلاسی‌ها بیشتر شد و به همان میزان جوگیرتر هم شدند. 3-4 روز بعد موقع زنگ تفریح وقتی که از پله‌ها پایین میرفتم، بچه‌های کلاس را دیدم که جلوی در دفتر جمع شدند و میخواهند اعتراض کنند که ما این معلم فیزیک را نمیخواهیم. نه خوب درس میدهد و نه خودش قابل تحمل است. چشمشان که به من افتاد گفتند بهار تو هم یه چیزی بگو. 8 تعدادمون بیشتر باشن بهتره. و هی اصرار و اصرار. من آن لحظه باید به حرفهای بهار درستکار درونم گوش میدادم و با بی‌اعتنایی به راه خود ادامه میدادم. اما امان از آن بخش از وجود آدمیزاد که میخواهد به هر قیمتی و برخلاف میل باطنیش با جمع همراه شود. پس من به لشکر سپاهیان دشمن پیوستم و تا به امروز از کرده خود پشیمانم. همراهی با جمع منو یاد یه خاطره و یه داستانی راجع به کلاس ادبیاتمون میندازه سر 3 دبیرستانه. تو یکی از این جلسه ها ما باید یکی از این شعر حفظی های کتاب رو حفظ میکردیم و هیچ کدوم از بچه هم حفظ نکرده بودن. بعد زنگ قبلم معلممون از کلاس بغلیمون پرسیده بود و تحویل گرفته بود ازشون و اونایی که مثلا حفظ نبودن و آماده نبودن رو براشون نمره منفی گذاشته بود. ما یه ربع زنگ تفریح رو فقط وقت داشتیم که این شعر رو حفظ کنیم. بعد یه هویی به ذهن من رسید که به بچه‌ها بگم آقا بیایید اینو به جای اینکه بخوایم حفظش کنیم به صورت همخوانی سر کلاس وقتی که میاد آقای کشاورز میاد تو اونو با هم بخونیم و همخوانیش کنیم. بعد وقتی که معلم ما اومد تو ما شروع کردیم همه با همون شعر رو خوندن و انقدر معلم ما از این کار خوشش اومد که به هممون نمره کامل داد، با اینکه خیلیامون کتاب جلو رومون باز بود، رو میزامون بود و شعر رو حفظ نبودیم، صرفا با هم دیگه اونو خوندیم. برای همین به نظرم بعضی موقع ها همراهی با جمع خیلی حتی جوابگوه و به خاطر همین من اون قسمتی که بهار گفت پیوستن به لشکر دشمن رو دوست نداشتم. خب من جا یه سوال دارم. به غیر از این خاطره تو خاطره‌ای داری که توی اجتماع بزرگتر از مدرسه همراهی کردن با جمع جواب بده؟ بستگی داره که جوابو چی بدونی دیگه. عموما ما دنبال اینیم که کارمون را بیفته و اونجا این اتفاق برای ما افتاد، هممون نمره کامل رو گرفتیم. میدونی من دانش آموزی هم که همیشه اگه امتحانی باشه یا اگه پرسش کلاسی باشه درسم رو میخونم و تکلیفم رو همیشه انجام میدم، ولی به خاطر ترس از قضاوت بقیه اگه بچه ها قصد کنسل کردن امتحان داشته باشن با جمع هم راه میشم و میگم آره امتحان نگیرین. معمولا کلاس هم میندازه هفته بعد، مثلا میگیم که هفته بعد امتحان بگیر. به خاطر اینکه یه ذره روحیه سرگروه بودنم دارم، بعد از یه مدت جمع دستم میگیرم و میشم رهبر اونایی که میگن امتحان نگیریم. با اینکه خودم کارم رو انجام دادم در آخر همراه اونایی که اعتراض کردن به این امتحان سرزنش میشم. ولی مدرسه توی اجتماعات بزرگتر مثل سر کار باعث میشه که قدرت سنجیده فکر کردن از ما گرفته بشه، همونطور قدرت قضاوت کردن اتفاقی که داره میفته و خب با اون شور و هیجان جمعی همراه بشیم. میدونی آخه تو سن و سال مدرسه و دانشگاه یه چیز طبیعیه و بچه‌ها اینو دوست دارن که با جمع همراه بشن، ولی بعدتر که وارد جامعه بزرگتر میشن مثل اجتماع و حالا مثلا محیط سر کار و اینا یه مسئولیت زیادی بهشون داده میشه و اینکه میگی درسته اگه فکر تو ازت بگیرن و به صورت هیجانی یه کاری رو صرفا انجام بدی تبعات اون کاری که انجام دادی خیلی خیلی زیاده. و تو مدرسه چی میشه؟ نهایتا یه نمره میخواد کم بشه دیگه، ولی تو جامعه اگه مثلا یه حرکتی بزنی میتونه منجر به یه محرومیت اجتماعی بشه و خب این خیلی سنگینه دیگه. درسته. به خاطر همینه که من مخالفم با حرفت که گفتی گاهی خوب آدم با جمع همراه بشه. به نظرم تحت هیچ شرایطی خوب نیست که آدم با جمع همراه بشه.
شاید دیدگاه یه طرفه‌ای باشه حالا، ولی توی اجتماع بزرگتر وقتی شما با جمع همراه شدی قدرت تفکر میاد پایین. خب و این زمانی که این اتفاق بیفته کسی که جمع و رهبری میکنه میتونه هر چیزی که خودش میخواد رو به شما بقبوله و خب طبیعتا شما هم هر کاری که اون میخواد رو انجام بدی و این به نظر میاد خطرناکه و ترسناک. منم موافقم، ولی نه به این شدت. ولی اینکه ما مسئول زندگی خودمون هستیم و تو دنیای امروز که انقدر سریع داره همه چی پیش میره، گاهی حتی به نظرم باید ترمز رو بکشیم و ببینیم که اصلا کجا داریم میریم، چی کار داریم میکنیم. صرفا چون بقیه این مسیر رو دارن میرن ما نباید بریم. ولی با نگاه صفر و صدی هم مخالفم دیگه. میگم اگه میخوای با جمع همراهی کنی ببین جمع آرمان درستی داره یا نه. و به نظرم آدم و زندگی یه فراینده، نه یه الگوریتم 0 و 1. من با فرایند بودن زندگی خیلی موافقم، ولی به نظرم این با جمع همراه بودن انقدر تبعات زیادی داره که نبودنش نداره. به نظرم جامعه ما توی کلاس و توی مدرسه یا کلا توی اجتماع یه شکلیه که باید با جمع همراه باشیم، یعنی انگار یه نوع هنجاره. اگه با جمع همراه نباشی برچسبای منفی میزنن بهت و منم دقیقاً به خاطر این هنجار میگم که آدم باید عقب وایسه و بذاره این رودخونه بره جلو، ببینه که این رودخونه به آبشاری میریزه یا نه مسیرشو ادامه میده و اگه ادامه میده بعداً باهاش همراه بشه. به نظرم چیزی که داری میگی یه ذره خودخواهیه. خب من سبک زندگی این شکلیه. ببین آدمیزاد کلا یه موجود اجتماعیه، نمیتونی اونو بگیری و بذاری یه کنار بگی بذار بقیه برن ببینیم چی میشه بعدش من برم. و اینکه همیشه که نباید ببینی چی میشه، باید زندگی کنی دیگه. زندگی هم همین فراینده است. یعنی تو با کسی ارتباط نداری که عقایدش مخالفت باشه؟ چرا؟ تا دلت بخواد. خب منم همینم دیگه، زندگی اجتماعیمو دارم ولی سبک زندگیم گاهن با اون اجتماعی که درشم متفاوت و مخالفه. یه چیز جالب الان یادم اومد، این که نمیدونم مامانم بود یا دختر عمم، ولی یه عکسی برام فرستن که فکر کنم این اکثر دیده باشین، یا عالم آدمن به یه سمت ایستادن و یه نفر دیگه سمت مخالف اونها ایستاده و یه دونه از این ابرها بالا سر اون آدمه که تنهاست کشیدن، توش نوشته که همتون اشتباه میکنید. بالای عکسم نوشته بود که میزان لجبازیت من یک ذره الان به نظرم لجبازی اومد، ولی من هنوزم به اعتقادات خودم پایبند هستم. به نظرم اگه آدم مطمئن باشه که باید از جمع جدا بشه این لجبازی نیست و باید مطمئن کار کرد. اتفاقا دیشب داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم و این بنده خدا با خانواده‌اش به مشکل خورده بود. بهش گفتم ببین اگه که آگاهی به کاری که داری میکنی و از تصمیمت مطمئنی حتما این کار رو انجام بده. می‌خواستی تصمیم بگیری، بهش گفتم که ببین این تبعاتش رو ببین و نسبت بهش آگاهی داشته باش، اگر که اوکی آره حتما انجامش بده. این دیگه لجبازی نیست. حالا که فکر میکنم شاید آگاهانه با جمع همراه شدن تصمیم درستی باشه، شاید البته. به نظرم این خیلی درسته. مثلا من توی یه جمعی میرم میبینم که آقا اینا رفتارشون با باورهای من همسوه، پس من تصمیم میگیرم که با این جمع همراه بشم. ولی توی یه جمع دیگه میرم میبینم که اینا با من همسو نیستن، خب من ترجیح میدم که این جمع رو ترک کنم دیگه. I'm just a kid, afraid of the dark, but I'm obsessed with ideas. One day I'll go far. Yeah, please. و حالا به امروز میرسیم. چند روزی از آن اعتراض جانانه و بزدلانه در حضور مدیر و معاونان و در غیبت معلم فیزیک می‌گذرد. به سالن اجتماعات آمدیم و کمی از شروع کلاس گذشته بود که مدیر با گفتن خانم قاسم خانی ببخشید مزاحم وقت کلاستون میشم، میشه امروز منم از کلاستون استفاده کنم؟ وارد شد. هیچ کدام نمیدانستیم چه خبر است. مدیر آمد و نشست و با وجود بازیگری افتضاحش ادای یک دانش آموز را درآورد. به درس گوش داد و آن وسط چندتایی هم سوال پرسید. در آخر با اعلام اینکه بچه‌ها خانم قاسم خانی خیلی معلم خوبی هن، از حضورشون استفاده کنید، رفت. مدیر که رفت کم کم دوزاریمون افتاد که اینها همه نقشه و فیلمنامه بود و قاسم خانی هم از اعتراض خبردار شده است. منتظر بودم که هر لحظه از عصبانیت این خیانت منفجر شود و شروع به سرزنش ما کند،
اما در کمال تعجب با آرامش فقط از اینکه مسائل در کلاس مطرح نشدند اظهار ناراحتی کرد و گفت که اتفاقاً مطرح کردن این نارضایتی‌ها چیزی است که به تدریس بهتر معلم کمک می‌کند. تا به حال در 11 سال تحصیلم یک معلم آنقدر خونسرد و با محبت در چنین موقعیتی رفتار نکرده بود. حالا من اینجا در ردیف جلو نشستم و به خاطر انجام کاری که نمیخواستم انجام دهم عرق شرم میریزم. چند وقت پیش داشتم یه مطلب وایرال شده میخوندم، میگفتش که خیلی جدیدم مد شده که میگن هر جایی که دوست دارید نبگید، اگه چیزی اذیتتون میکنه نبگید و اینا. ولی این داشت ادامهش میگفتش که بذارید منم یه چیز جدید بهتون اضافه کنم، اونم این که روی نشنیدن هم کار کنید. به نظرم این معلم فیزیک خیلی آدم پخته‌ای بوده. زمانی که دانش آموزا بهش نگفته بودن اومده و خیلی منطقی برخورد کرده، نگفته که حالا که اعتراض میکنید من پدرتون رو در میارم، ازتون بیشتر امتحان میگیرم. میبینی خیلی چکشی برخورد نکرده. منم خودم خیلی الان دارم روی این کار میکنم که نبگم، ولی نگفتنه به نظرم باید توی تصمیمات مهم باشه که تاثیر میذاره روش. یه جاهای آدم توقعشو نداره، مثلا طرف بغل سینک ایستاده و بهش بگی که میشه لطفا این آب بیاری و بگی که نه من الان نمیخوام آب بیارم. شاید اگر تو شرایط مشابه بود اون کار میکردی. و یه چیز دیگه هم هست، مثلا توی فضای دانشگاه یا سر کار اونایی که قدرت دستشونه مثل معلم ها یا سرپرست هستن اهمیتی نمیدن به حرفای بقیه و کار خودشون رو میکنن. این جالب بود که معلم بهار بهشون اهمیت داده بود. حالا بذار من یه سوال دارم، اون آب بیاری که گفتی چرا چنین انتظاری داری که برات آب بیارن؟ حالا یه مثال بود، ولی شاید چون در شرایط مشابه خودم این کارو میکردم. یعنی چون برات یه کاری رو انجام میدن تو یه کاری رو انجام میدی، پس تو برای خود اون کار حرکتی نمی کنی و برای اینکه کمک کنی به کسی این کار رو نکردی. داری این کار رو میکنی که اگه نیاز داشتی طرف هم اون کار رو برات انجام بده. عملا داری معامله میکنی دیگه، درسته؟ حالا این یه مثال بود، ولی شاید چون در شرایط مشابه خودم این کار رو میکردم. به نظرم بستگی به کارشم داره. یه جاهایی آره یه سری کار رو انجام میدم که طرفم بعداً برام انجام بده، ولی یه جاهایی نه، صرفاً برای دل خودم میدونم شاید طرفم هیچ وقت این کار برام نکنه ولی انجامش میدم. شاید همون کار هیچ سودی هم برام نداشته باشه. کلاً 50-50 است. من پیشنهاد میکنم این 50-50 که میگی رو بکنیش 90-10 یا حتی شاید 99-1. خب این خیلی از خودگذشتگیه. نه خیلی هم از خودگذشتگی نیست، چون انتظار رو بر میداری و به این میرسی که من چون خودم دوست دارم به بقیه کمک کنم دارم کمک میکنم، نه به خاطر اینکه مثلا کمک ببینم. البته کمک میبینی، این قانون کائناته، قانونش اینه که اگه دوست داری بهت کمک بشه باید کمک کنی. از اون طرفم اگه با انتظار کمک شدن کمک بکنی به کسی کمک نمیشی. خودم به شخصه به کائناتش یا به چوب خداش یا هر چیزی بگیری پس میگیری اعتقادی ندارم. درست انتظار داشتن از دیگران چیز خوبی نیست، ولی اگه از یک نفر انتظار دارم طبیعتا یه جوی بین ما وجود داره یا یه سری رفتارهای اون شخص انجام داده که خب درون من یه سری انتظارات به وجود اومده. وقتی خلاف اون انتظار عمل میکنه هم مقصرش منم که انتظارشو داشتم، هم مقصر اونه که انتظار به وجود آورده. طبیعتا من از یک آدم رندوم توی خیابون توقعی ندارم. اینجاست که با اون افراط مشکل دارم که شما به همه میتونی نبگی، در صورت که خودت در اون افراد با رفتارات یه سری انتظاراتو به وجود آوردی. وقتی به وجود آوردی باید جوابگو هم باشی به نظرم. آنچه شنیدید قسمت 4 از فصل 2 رادیو آکواریوم به تهیه کنندگی امیر و من یعنی نازنین و کارگردانی نیلو بود. در این قسمت بهار از داستانش برامون گفت و نیلو و محمد در موردش گفتگو کردند.
موسیقی که در طول کار شنیدید آهنگ کیدز از کارن جویس و به انتخاب بهار بود. منتظر کامنت ها و نظراتتون درباره این قسمت هستیم. برمیگردیم تا زود.